با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام فعالین بازارهای مالی و فارکس. در خدمتتون خواهم بود با معرفی دستیار حرفه‌ای مدیریت ریسک و سرمایه و مدیریت پوزیشن های باز ایزی ترید پنل. یک دستیار حرفه‌ای که برای تمام معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور و پراپ تریدینگ ها و کسایی که قصد شرکت در چالش های پلتفرم ها رو دارن میتونه کمک حال بسیار مفید و کاربردی باشه برای افزایش سرعت و دقت در محاسبات درصد ریسک و حجم و حد ضرر و حد سود و پایبندی به اونها تا بتونن افزایش راندمان داشته باشن در معاملاتشون و در مسیر رسیدن به موفقیت بهشون کمک کنه. بعد از تهیه این اکسپرت و نصب اون در متا تریدر 5 یا 4 که در هر دو متا تریدر این اکسپرت ارائه شده، شما میتونید اون رو بعد از نصب اجرا کنید و با تنظیمات اولیه اون که نسبت ریوارد به ریسک و درصد ریسک در هر معامله رو میتونید اینجا شخصی سازی کنید و در پنل همین دو گزینه وجود دارن که مستقیم میتونید از اونجا اینها رو تغییر بدید. محاسبه ریسک فری که در اون اسپرد محاسبه بشه یا محاسبه نشه رو میتونید شما در اون تعیین کنید و موقعیت پنل در چارت و رنگ پس زمینه چارت که بر اساس پس زمینه چارتتون میتونید اون رو شخصی سازی کنید. بعد از زدن اوکی این پنل به چارت اضافه خواهد شد. میبینید که یک پنل بسیار شکیل و ساده و با ابزارهای متنوع برای انجام و مدیریت معاملات شما ارائه شده. من به طور خلاصه و سریع این ابزارها رو به شما معرفی میکنم. فرضمون این هست که تحلیلامون رو انجام دادیم، نکات سگانه ورود، حد ضرر و خروج یا همون حد سود رو تعیین کردیم و به انواع معاملات مارکت و پندینگ آشنایی کامل داریم. ستون اول این پنل مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه و باز کردن معاملات هست و ستون دوم این پنل مربوط به مدیریت پوزیشن های باز هست. فرض کنید ما میخواییم در این نکته که یک برگشت قیمتی داشتیم با حد ضرر این محدوده یک معامله سل داشته باشیم. مزیت این پنل اینه که معاملات شما رو بر اساس نکته حد ضرر شما محاسبه، تنظیم و ست میکنه. میخوایم یک معامله سل داشته باشیم، ما گزینه سل رو فعال میکنیم. با یه تک کلیک ساده در منطقه حد ضرر این معامله بر اساس درصد ریسک 1% که تنظیم کردیم و ریوارد به ریسک 2 این معامله ست شد. میبینید که بر اساس بالانس 9500 دلاری ما حجم معامله ما 11 صدم لات برای نماد طلا محاسبه شد که حد ضرر اون 97 دلار که همون 1% بالانسمون هست محاسبه و تنظیم شده و حد سود اون هم 2 برابر حد ضرر که حدود 200 دلار هست ست شده. همین عملیات رو برای موقعیت بای هم میتونید انجام بدید. فرض کنید معامله انجام دادید و میخواهید پلکانی به معاملتون در سود یا در زیان حجم اضافه کنید. شما میتونید درصد نسبت حجمی که میخواهید اضافه کنید رو اینجا وارد کنید که چه نسبتی از حجم معاملات بازتون رو میخواهید اضافه کنید. فرض کنید نصف حجم معاملات بازتون میخواهید به معاملتون اضافه کنید. نیم رو وارد میکنید با زدن یک کلیک روی این گزینه افزایش حجم. یک معامله دیگه برای شما با نصف حجم معامله قبلی اضافه شد. میتونید با زدن گزینه‌های دیگه حجم‌های متناسب با استراتژی خودتون رو وارد کنید. مثلا میخواهید در زیان یک پله دیگه با 1 برابر حجم معاملات بازتون معامله باز کنید. با زدن این گزینه بلافاصله 1 برابر حجم معاملات باز شما یک معامله دیگه ست شد. شما میتونید که
تمام حد ضررها و حد سود معاملات جدیدی هم که باز میشه بر اساس درصد ریسک و نسبت ریوارد به ریسکتون تنظیم شده. شما میتونید با ستون دوم این پنل معاملات بازتون رو مدیریت کنید. با حذف کردن میخواید مثلا تمام حد ضررها و حد سودها رو حذف کنید و حد ضرر و حد سودهای جدید رو بر اساس استراتژیتون تنظیم کنید. با زدن گزینه دل تمام حد ضررها و حد سودها حذف خواهد شد. فرض کنید میخواید در یک منطقه جدید یک حد ضرر در منطقه سود یا حتی در منطقه ضرر برای خودتون تنظیم کنید. اگه بخواید حد سود هم داشته باشه باید اینجا نسبت ریوارد به ریسک رو تنظیم کنید. اگه نخواهید این رو میتونید صفر قرار بدید تا فقط حد سود شما، حد ضرر شما رو ست کنه. با زدن گزینه پوت اس ال و کلیک در ناحیه حد ضرر مد نظرتون برای همه معاملات شما حد ضرر تنظیم شد. همین کار رو برای حد سود هم میتونید انجام بدید. برای تمام معاملاتتون در یک نقطه مشخص حد سود تعیین کنید. می‌بینید که حد سود برای تمام معاملات باز به سرعت ست شد. اگه بخواید بر اساس نسبت ریوارد به ریسک حد ضرر تنظیم کنید میتونید اون رو وارد کنید و با زدن گزینه پوت اس ال و کلیک در منطقه حد ضرر و حد سود اونها بر اساس نسبت ریوارد به ریسک 3 و درصد ریسکتون تنظیم میشه. فرض کنید معاملات شما به نکته رسیده که میخواهید نصف حجم معاملاتتون رو چه در سود چه در زیان ببندید. با کلیک به گزینه کلوز هاف نصف حجم معاملات باز شما بسته میشه. گزینه ریسک فری اگه به سود رفته باشید با زدن گزینه ریسک فری حتی اگه حد ضرر هم تنظیم نکرده باشید بلافاصله معامله شما در نقطه بی ضرر ریسک فری خواهد شد. فعلا معاملات ما در زیان هست و گزینه ریسک فری اعمال نخواهد شد. گزینه کلوز پرافیت برای بستن معاملاتی است که در سود قرار دارند و شما میخواید معاملاتی که در سود هست رو ببندید و معاملات زیانده باز بموند. من یک معامله دیگه به صورت دستی باز میکنم تا اگه به سود رفت من اون رو کلوز کنم. من این معامله الان در سود هست. شما میتونید با زدن کلوز پرافیت معامله‌ای که در سود هست رو ببندید. گزینه کلوز اول تمام معاملات باز شما رو چه در سود چه در زیان همه آنها را خواهد بست. گزینه هج اول وقتی در زیان هستید و میخواهید معاملاتتون رو فریز کنید و هج کنید با زدن گزینه هج به اندازه تمام معاملات باز شما حجمش محاسبه میشه و یک معامله معکوس باز خواهد شد. گزینه هج رو زدم یک معامله معکوس به اندازه حجم جمعی معاملات بازمون باز شد. الان میبینید معامله بخشی از اونها در سود هستن. شما با زدن گزینه ریسک فری معامله‌ای که در سود هست حد ضررش به منطقه ریسک فری منتقل شد. با زدن کلوز پرافیت معامله‌ای در سود بسته میشه. با زدن کلوز هاف نصف معاملات حجم معاملات بازتون بسته میشه. با زدن کلوز اول تمام معاملات باز شما بسته میشه. یک پنل کاربردی و سریع که به سرعت و با یک کلیک تمام خواسته های شما رو انجام میده. گزینه های پندینگ استاپ و لیمیت هم شما رو معاملات استاپ و لیمیت شما رو بر اساس 2 کلیک روی چارت که کلیک اول منطقه حد ضرر شما رو مشخص میکنه و کلیک دوم محل ورود معامله شما رو مشخص میکنه، معامله شما رو ست میکنه. فرض کنید میخواید یک معامله با درصد ریسک نیم و ریوارد به ریسک 2 در این محدوده اگه این محدوده به پایین شکست یه معامله استاپ داشته باشید. گزینه استاپ رو فعال میکنید. نقطه حد ضرر نقطه ورود به معامله
کلیک میکنید و نکته حد ضررش رو کلیک میکنید. این معامله سریعا ست شد. اگه قیمت از اینجا رد بشه، یک معامله سل برای شما باز خواهد شد با حد ضرر این منطقه با 0.5% بالانس شما ریسک کرده و حد سودتون که نسبت ریوارد ریسک 2 برابر حد ضرر $86 تنظیم کرد. پنل به صورت خودکار بر اساس منطقه کلیک شما تشخیص میده که این معامله باید سل باشه یا بای باشه. همچنین برای معاملات لیمیت هم مشاهده کردید که قیمت به اون منطقه رسید و معامله سل استاپ شما فعال شد، حد ضرر و حد سودش هم فعال شد. همین کار رو میتونید برای معاملات لیمیت انجام بدید که میخواید قیمت به این محدوده برسه، در برگشت اون یک معامله لیمیت برای شما باز بشه. با 2 کلیک در منطقه ورود به معامله و منطقه حد ضرر، این معامله برای شما در اسرع وقت با محاسبات حجم معامله و درصد ریسک و حد سود سریع باز شد. یک پنل بسیار ساده، سریع و کاربردی خدمتتون ارائه شده. امیدوارم با استفاده از این پنل به موفقیت‌ها و سوددهی بیشتر در بازارهای مالی برسید. با آرزوی موفقیت و خدا نگهدار.